چند روز باز دهها ساکن نوروزی در نوحه 5 با شکایت در نزد در نوزرات اندوز این نوحه ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان جمع می شوند. این ساکنان تنها بعد از آن طلب سپردن اندوز کردن کارمندان نوزرات اندوز خبر یافتند که مقامات محلی به خاطر اجرای نقشه سالانه توسط خواجگاه دیخونی و کارخانه پخته زمزم به نام هر کدام آنها از 500 کیلو تا 4 تن پخته نوشتند. برخی ساکنان امسال در زمینهای خود اصلا پخته نکاریدند و برخی دیگر میگویند حاصل پخته خود را هنوز نسپاریدند و حاصلشان نیز برابر آن رقمی نیست که مقامات در حسابات خود نوشتند. و حالا مقامات اندوز بر اساس این حاصلی که فقط در روی کاغذ وجود دارد از آنها طلب سپاریدن اندوز دارند. در نوزرات اندوز به دیقانان گفتند که بر اساس سندهایی که دسترس کردن آنها باید برای هر تانه پخته که به نامشان نوشته شده است 225 سومانی اندوز سپارند. یک تانه باشد 225 سومانی، دو تانه 450 سومانی و اگر 4 تانه به نام شما نوشته شده باشد باید 900 سومانی اندوز سپارید. تنها از جماعت آزادگان به نام 1365 نفر از 2 تا 4 تن حاصل پخته نوشته اند که گویا جمع آورده به کارخانه پخته زمزم سپاریده باشند، اما بسیارا امسال اصلا پخته نکاریده بودند. من خودم در 30 ساتق زمین پخته کاریدم و به نام من 2 تن پخته نوشتند. حالا اون که 2 تن پخته را حتی از 1 هکتار چیندن امر محال است. از 30 ساتق زمین حد اکثر 1.5 تن حاصل پختن میتوان جمع آورد، ولی 2 تن به هیچ صورت نه، گفت در صحبت با پایگاه خبری بامداد یکی از ساکنان نوروزی جماعت آزادگان. در شرکت زمزم به ساکنان نوروزی گفتند که با امر رئیسان جماعت ها به نام هر نفری که خواجگی دیخونی دارد پخته نوشتند. مسئولان جماعت آزادگان به شکایت های ساکنان تا حالا یگان شرح ندادند، ولی مقامات اندوز اصرار می‌ورزد که از بس که در سندها چنین مقدار حاصل پخته به نامشان نوشته شده است باید اندازه آن را سپارند. در واقع یک حالت مثل مضحکه است. این حالت مقامات نوحه با چنین آمار بردروغ به بالا حسابات دادند که گویا در نوحه 5 حاصل بلند پخته به دست آوردند و نقشه را اجرا کردند، ولی در اصل این به چشم حکومت خاک پوشیدن است. چگونه میتوان درباره حاصلی که سپاریده نشده است به یگان کارخانه پخته و پخته که نیست حسابات داد؟ آیا ما با چنین خاکپاشی از کجا میتوانیم پیشرفت اقتصاد کشور را تامین کنیم با پخته که فقط در روی کاغذ است؟ میپرسند ساکنان 5. اخیراً صاحبان خواجگی دیخونی از نوحه وخش نیز شکایت کرده بودند که مقامات آنها را مجبور دارد که از کارخانه‌های پخته‌کاری درباره گویا سپاریدن حاصل پخته حجت بگیرند. کارخانه‌های پخته وخش به گفته دیخونان برای هر چنین حجت دروغین 180 سومانی پول طلب میکنند. خواجگی‌های دیخونی وخش را موظف کردند که حتی اگر پخته نکاشته باشند هم چنین حجت را بگیرند و به مقامات بسپارند تا آنها بتوانند درباره اجرای نقشه سالانه پخته سپاری به بالا حسابات دهند. تاجیکستان در زمان شوروی سالانه تا 900,000 تن پخته جمع آورد. حالا نقشه سالانه پخته حدود 300,000 تن را تشکیل می‌دهد، ولی نوحه‌های پخته‌کار در اجرای این نقشه نیز مشکلی می‌کشند. بسیاری از خواجگی‌های دیخونی به سبب نرخ پست و فایده ناچیز نمی‌خواهند پخته بکارند، ولی مقامات با مقصد اجرای نقشه دیخونان را به پخته‌کاری مجبور می‌کنند.